پنالتی که به قیمت جون یک تیم تموم شد و به پنالتی مرگ معروف شد. نیمه نهایی باشگاه‌های برزیل در حال برگزاری بود که دقایق آخر پنالتی گرفته میشه. مارکوس دانیلو دروازه‌بان تیم دسته‌ای که برزیلو هیچ کسی نمیشناخت و همه امیدها به اون بود. نفس‌ها تو سینه حبس شد و دانیلو شد فرشته نجات. تیمش به فینال صعود کرد. شناخته شد. تیم‌های بزرگ به دنبالش بودن و تیتر روزنامه‌های برزیل شد. اما 7 روز بعد هواپیمای تیم برای رفتن به مسابقه فینال در کلمبیا سقوط میکنه و کل تیم و اعضای کادر فنی به جز 4 نفر در جا میمیرن. دانیلو جزو اون 4 نفر بود. اما وقتی فهمید همه اعضای تیم جونشون رو از دست دادن، به پرستارها گفته بود بذارید به بهشت برم. هم‌تیمی هم به دروازه‌بان نیاز دارن. و در نهایت دانیلو هم بعد از چند ساعت بر اثر خونریزی زیاد جونش رو از دست داد. راسته که میگن آدم از فردای خودش هم خبر نداره. اگه موافقی این ویدیو رو لایک کن.